آقا ما برای یوتیوب می‌خواستیم فیلم بگیریم. بعدش می‌خواستم یه روز کاری روند مغازه‌داری و مثلا فروش میوه فیلم بگیرم، از خریدش تا فروشش. اون وقت اینا رو برای ما دونه چند حساب می‌کنه؟ دونه‌ای نیست داداش، کیلو 30,000 تومان. مرد خونه خدا وکیلی. بعد اینجوری که میان مثلا یو میگن چنده، خیلی این خودش حرف بی‌احترامیه دیگه، چون مثل این بیزنسی‌ها انگار یا تو ماشین سر میگه چند مثلا. آره بیایید بغل خانم بچه‌ی واسه بیا بغلت ببین پرتیگاه اونم از تو بدتر نگاه بعد وایساده میگه چنده. یا 35 انا بد باشه بیایید پاس میدیم نه گارانتی داره. آقا رفتم پایین‌تر اینا همه میوه فروشن. من دارم ویدیو میگیرم برای یوتیوب. اسکولی هم که میخوای بکنی اونجا جواب تره، اینجا اسکول جواب نمیده. بریم پایین.